شام گذشته سنه 9 مارس ماموریت فرودگاه بین المللی خوجند بانگ خطر اعلان کرد. معلوم گردید که طیاره تاجیک ایر که سمتش به مسکو پرواز میکرد به نقصان تکنیکی دچار شده از نو به خوجند آمده است. ساعت 19:05 دقیقه شب 9 مارس طیاره بوئینگ 737-300 که به شرکت هواپیمایی تاجیک ایر تعلق داشت با 149 نفر مسافران و هیئت اکیپاژ از خوجند به سمت مسکو پرواز کرد، اما بعد 45 دقیقه پرواز با مقصد تأمین سوزشواری به فرودگاه ترز کشور قزاقستان فرود آمده است. ساعت 21 باشد هنگام پرواز از فرودگاه ترز چرخ قفای قسمت راست هواپیما از کار برآمده حالت صدمه‌ای را به میان آورده است. از فرودگاه ترز وقتی که طیاره پرواز میکند همین چرخ‌های یعنی شینه‌های طرفی قفا طرفی راست آسیب میبینند و بعد طیاره به مسکو رفته نمیتواند. یک هواپیمای شرکت تاجیک ایر بنابر مشکلات فنی در فرودگاه خوجند به طور اضطراری فرود آمد و نمایندگان فرودگاه میگویند خوشبختانه ضمن این حادثه کسی آسیب ندیده است. یکی از شاهدان حادثه به رادیوی آزادی گفت در فرودگاه وضع فوق‌العاده اعلان شد و مقامات قدرتی ماشین‌های سوختار نشانی و ماشین‌های یاری تعجیلی به فرودگاه سفربر شده بودند. در دفتر معلومات فرودگاه خوجند شب 9 مارس به رادیوی آزادی گفتند که در واقع هواپیمای خط سیر خوجند مسکو در فرودگاه نشستی اضطراری انجام داد. فرود به یگان حادثه صورت گرفت و همه 140 مسافر هواپیما صحت و سلامتند و هیچ کسی از آنها آسیب ندیده است. به قبل نماینده فرودگاه به هواپیما میسر نشده است که درست پرواز کند، از این سبب برگشته است. مصاحب رادیوی آزادی گفت سبب‌های نشست اضطراری هنوز معلوم نیست و رهبریت آن را دیرتر اعلان می‌کند. یکی از کاربران وبسایت رادیوی آزادی از محل حادثه به ما گفت که در میان مردمی که آنجا جمع آمده بودند گفتگوهای صدا دادند که گویا ضمن پرواز چرخ هواپیما آسیب دیده است. هواپیما پیش از نشست 2 ساعت در فضای خوجند پرواز کرده است تا مواد سوختش را کم کند و سپس بنشیند.